بازی را میدانیم. رنگی زندان‌های که امروز تلویزیون داره و گویم که کراوات داره و خوراک جا داره و حاجت خانه داره و همه شرایط داده است، این خیلی زندان نیست. زندان قاضی امروز یک راست میکنن زمینه، از همون بالا 10 متر از 15 متر از میپرتویند. در همونجا از بالای سر کشاده است، کدام وقت خواهن آبد میتاند گفته. یک جای خیلی با مشقت، جای وزنین، در یک جایی که پات دراز کرده خواب کرده نمیتانی. حضرت گفته است انمی خیل جای بهتر از گفته است زمانی که اگر خانه روی و زن تا اگر نگاه کنی که در ابروش گره باشد، اگر قواق در زن باشد پیشوازی تو با گره ابرو باشد، از این خیل زن نگاه کردن و از این خیل خانه در آمدن همون زندان قاضی بهتر است. هلاک الرجل، حبیبی خدا را سخنهاش هر کدامش باور کن. اگر شعر دهیم چندین کتاب ها را گوییم که از جمله ما و شما پر می سازیم. هلاک الرجل یأتی علی الناس زمانون، یا که یأتی علی امتی زمانون. حبیبی خدا گو که بر بالای همین امتی من یک زمان می آید. چی زمان است؟ هلاک الرجل علی ید امرأته و ولده یعیران بالفقر فیرکب مراکب السوء فیهلک. زمان می آید که مردهای امت مرا هلاکشان وفاتشان در دست زنهاشان و در دست فرزندهاشان می شود. زنهاشان و فرزندهاشان هلاکشان میکنند. یعیران بالفقر، حبیب خدا گفت که چگونه هلاکشان در دست زنها و فرزندهاشان می شود. این است گفت که شوهرهاشان با کمبغلی طعنه میزنند، میگویند که نظر نمیکنی که فلانی را خانه شبین، چخیل خانه زیبا دارد، تو مردک نیستی؟ یا ببین چی خوراک های با لذت در خانه همسایه هست، تو مردک نیستی؟ یا ببین چگونه لباس های برای بچه هاشان میخرند، تو مردک نیستی؟ این گونه طعنه میسازن به مردها. مردی که بیچاره خداوند در تقدیر او فقر کشیده است، کمبغلی را کشیده است.